00. فروخی نعمت. سلام علیکم خاله جون. سلام علیکم. خاله جون، من امروز اومدم که برق شما را خاموش کنم تا همین روز دستگیری کرده تو نیستم. سون شکل گذراندن و میان سویتون ایران نکنم. ایلاجی نیست که نکشیم از بچه های زنگ میزنم یک ایلاجی میتونیم نمیگذارم. اکید امکانیت تا همین روز داشته دیگر نداره. رقم ما شما دسته. سون شکل گذراندن روی کردن میان ایران نکنم. بخشش ده خاله جون. مالش بچه جون، مالش. این 2 ماه می شود که مردکم نفقه را نمیگیرم. این بچه هایم پول روی نکردن. اینا برقم خاموش کرده. همین زندگی همش به همین برق پیوسته. نه خالدینی کار میکنه، نه کنیسانی کار میکنه، نه تلویزر کار میکنه. یک با مهربان زنگ زنم چه حتی زرید تلفنم هم تموم میشد. ای رجب علی، باور کن همین جاهایی که تو میوری منه دلم رو گرفت. این باغی غلباریم، این طرفه اون طرفه، یا همه پاک شده وقتش گذشته است. میدونی با کجا میریم؟ این قسمه جمع میکنیم کی روزی میشود ایمو؟ اسکندرکول میرویم. اسکندرکول. او گوش برادری من. ها چه ابو شهر نگاه کن. 2 بار نگاه کردم نمیشود. هم جای گفتگی میرویم. این کمازنگ نشه برای سون. نه برادر. نه. همین مدار خود زنگ زد یکم قبله من یکم وقت زنگ نزد بگو پیسوزی کنجی. بانوان عزیز، دانشجویان گرامی، مادران مهربان، فرصت آن فرا رسیده است که از خانه بیرون نبرآمده صاحب پول شوید. از 2000 سومان تا 10,000 سومان در دوام ماه به دست آورید. پس شما را شرکت فابریکی تاجینیستا همه روزه به کار تامین می‌سازد. از شما هیچ چیز نمی‌رود، تنها یک تلفن و واتساپ. از این خاطر از یکایک شما خواهش می‌سازم که در رقم‌های در زیر بوده 965 84 24 زنگ زنید صاحب جای کار شوید. رفتیم همگی 4 کارگر لازم است و خلاص. لبای اوچا. الو مهربان جون. لبای اوچا. خیلی خوبی؟ بشه سوز. سلامتی ها چخیر؟ او سوز چو کاری خده؟ کلینم قطی کودکان نزن؟ ای سری خلوصه و بیو همه سوز چو کاری؟ مهربان جان میدونی چی بچه جان؟ امین روز قوای برق همونه خاموش کردن بچه جان. 2 ماه شد که پرداخت نکرده بودیم. قوای برق بینک آمد گفت که اگر که پرداخت اپا جان مهلتتون گذشت من برقتون خاموش میکنم. برق خاموش کرد تا پرداخت نکنیم برق در نمیگیرونن. چیکار کنیم بچه جون؟ خالدینی کار نمیکند، کنیسانیر کار نمیکند، خانه ها گرم، یگام چیکار نمیکند. باور کن به قوای برق زندگی تماما مشکل بچه جون. بالای این هیچ چیز نیست در خانه. پرودکت هم تمام شده است. پدرت هم 2 ماه میشوند که نفقه شان نگرفتند. اگر علاجش میبود جون اوچه یگام سم کمک میکردی. ای اوچه یک بار زنگ نمیزنی که بچه از حفظاتی روحید میکنم، ایسو روحید میکنم، اوسو روحید میکنم، فقط در باره پولگم میزنی که همین یک بچه داری. چی با بدردین زنگ نمیزنی؟ چی با شمس‌الدین زنگ نمیزنی؟ فقط همین من هستم همینجا. من ندارم سموچه غم نتی حوزی خودم قرض دارم. دفعش یک قرضدار ایستادگی هستم، با سری قرضش اومده دادن نمیتونم. اوچه جان بخشش مایلش مهربان جان، فقط تو عصبی نشو. من نمیخوام که تو عصبی شوی. باز زنگت میزنم اوچه جان. فقط در باره پولگم میزنی. تا همین یک بچه داری. چی با بدردین زنگ نمیزنی؟ چی با شمس‌الدین زنگ نمیزنی؟
حقا همین من هستم همینجا با مصیبت خوب نیست. ای چی مناسبت مادر نرنجاد ایو همین خیلی نکنی هر روز سم 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 من یگان بانکماتی پلچوب کنی دارم. خای میشه اسکندرپور میریم ها؟ او اسکندرپور بیا بریم اینجا بیا بریم. ای راجوالی دودار یک جای میبیوری که باور کن بجای استراحت کنی غارت بشه. بچه که یک بار نگاه که طبیعت زنده را نگاه که یک بار بچه خود هوا را نگاه که که زتا پیروزه تازه 100 بار نگاه کردم همیشه بهار گردد که دیگه لازم نیست. اسکندرکول گفتم اسکندرکول همون مکه اسکندرکول علاودین کول هم مجبور اکنه میبریم. السلام علیکم دختر بانوز. سلام علیکم. این دختر خوشرو چیکار کرده در این راه رو مونده؟ یک ساعت میشه و در همین جایم نمیدونم با این ماشین چی شده است. اوشی براش نه ای ما برای چیم؟ میگن مردی همو هایی که در راه یک کس دستش گیری شما در راه مونده ما شما به منزلتون میبریم. کاری نیکی همه وقت خوب است باید همه وقت نیکی کنی. من همی خیلی آدمم همه وقت نیکی میکنم در راه رو کسی موند یا همسایه یا تلونده پیش خونه میگه همیشه دستش میگیرم. حقا همین من هستم همینجا با من ندارم سموچه غم نتی هوزی خودم قرض دارم تمام از یقی نکن دختر خوشرو کم اکا سنتک به هوزی ما خودم میبینم. برادر چیکار میکنی؟ ندیده استی یک کس در راه مونده دستش گرفتن گناه است اجازه نمیتی. ای رجوالی برادر این زن هستی در راه مونده است دستش گرفتن در کار این مرد میگود گپی دیگر هستی یوش هست است هیچ گپ ندارد یک ثواب دیگر زم میکنیم در روزنامه زندگی. عجایب دنیا ده برادر برای مادری خودت کمک میکردی مادری خودت یاردم میدادی ثواب نمیگرفتیم اگر برادر کار درست ای بهترین کار کردی سای نیکی مادرت هم یاردم میدادی این بهترین کار میشید برادر جان. اول برای اویلای خود کمک کردن در کار اول اویلای خود تامین کردن در کار اول مادر خود روزی کردن در کار بعد دیگر را برادر جان میدونم که کمک کردن به چی خاطر است. درکی جوان دیدی ها میخوای که دلش به دست بیاری میخوای که استفاده بری 100% برادر جان من فهمیدم ایدل نیت تو گفتم نیکیت کارت کردم میگی برادر جان ما برام مادر در کمک کنم که محتاج کمک ای برادر محتاج کمک. فروخی نعمت